جناب یادتان هم باشه بچین که آدم سالم هم ازدواج میکنه هم اولاددار میشه. هر کسی که میبینین ازدواج نمیکنه یادتان باشه کدام مشکل روانی داره. این علم ثابت ساخته. و هر کسی که شوق اولاددار شدن نداره مشکل روانی داره. درست است؟ و خلاص دیگه دوستان دارم و بچه ازدواج کنین، در پلوایتان خبر کنین و خدا ولی خو وقت گوشکک نیست براتون برم خود سخنرانی میکنم. ولی برای دارسی های کار دیگه که بیا سخنرانی کن. میگم که از گوش نمیگنه دارسی کلی که میگه گپای خود شش ماه که دیگر نیدن پس قصه دارن. بنان میم دارسی تن یک پلاو میخوریم قسم میکنیم. اما باقی یک چند مورد تفاوتایش میخوایم بر صورت بر شما بگویم. 73 تفاوت بین عدالت و خشم را باید جوان ما بفهمه. دوستای نازنین عدالت خوب است، انسان عادل باش، انسان دادگر باش، حق به حقدار برسان، تعادل ایجاد کو، اما خشمگین نباش، جزا نده. ما فکر میکنیم عدالت جزا دادن، کسی بدی کرده محق جزا میتیمش و این غلط است.